مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار پنجم. دوام گفتارهای مثنوی. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. هرچند رازهای درونی هم در ناله های من نهفته و از آن جدا نیست و به گوش هر کس می رسد، ولی چشم را آن بینایی و گوش را آن شنوایی نیست که به اسرار نهفته من پی ببرد. این بیت شریف سؤالی مقدری را پاسخ داده است، گویا که در اینجا کسی میگوید یا حضرت مولانا اگر به اسرار درونی اولیا و عارفان با الله نمیتوان از طریقی معمول راه یافت، پس طریقی وصل به مخزن اسرار و معدنی انوار آنان کدام است؟ جواب: سر درونی من از کلام من دور نیست، زیر کلام همچون آینه اسرار دل را آشکار میکند، ولی چشم و گوش و آمگان آن نور معرفت را ندارد که از کلام اولیا به احوالشان پی ببرد. استاد فروزانفر میگوید هر کس را از گفتار و آهنگ سخن میتوان شناخت، زیرا اعمال و حرکت‌های خارج از احوال نفسانی بیرون نیست و بخیلی مولانا گفتار و عمل انسان شاهد و گواه کیفیت روحی اوست و از این راه میتوان به ضمیر و درون هر کس پی برد. اگرچه راز و سر درون هر کس در عمل و قول جلوگر است، آن را با وسیله حواس بیرون ادراک نتوان کرد و طریق شناسایی آن دلی پاک و ضمیری است که از آلایش‌ها مجرد باشد. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. به عنوان مثال به اینکه جسم و جان به هم پیوستند و هیچ کدام از دیگر پوشیده نهفته نیست، ولی کسی اجازه ندارد که جان را ببیند، یعنی آنانی که اسیر جسمیات هستند نمی توانند روح لطیف را ادراک کنند. انقروی عقیده دارد که انسان‌های کامل که مظهری حق اند گویند اسرار درون ما از کلام ما دور نیست، درست مانند جسم و روح که از یکدیگر پوشیده نیستند، ولی هیچ کس روح را نمیتواند ببیند. درست است که روح با این چشم دیده نشود، اما از لحاظ تدبیر و تصرفی که دارد و از جهت خاص و کمالاتش پوشیده نیست. اکبر آبادی میگوید این بیت تمثیلات بیت بالا است، پس ناله اینای به مثابه تن باشد و سر ناله به منزله جان، و چنانچه جان به حواس ظاهر مدرک نمی شود و سر ناله هم به حواس ظاهر محسوس نمی گردد. استاد فروزانفر نیز می گویند این بیت به منزله دلیل و مثال است برای سابق که به موجب آن سر و راز دل در ناله ظاهر می شود. از این رو ناله به منزله تن و راز و مشابه روح است که هم محرک ناله و هم در وی جلوگری می کند، ولی هر چشم و گوش سر دل را در نمی یابد. همچنان که جان محرکی بدن است و بدن مظهری افعال اوست و با وجود این به چشم دیده نمی شود، و این از آن جهت است که موجودی همه از محسوس است و شاید که چیزی موجود باشد و نفس آن را ادراک کند ولی حس آن را در نیابد، مانندی کلی معقولات که موجود است ولی محسوس هم نیست. نیکلسون جان را در اینجا معادل روح حیوانی دانسته است. منظور بیت همان طور که روح از جسم مخفی است، راز درونی اولیاء الله نیز به همگان پوشیده است. آتش است این بانگ نایون نیست باد،
هر که این آتش ندارد نیست باد. این نغمه نی در باقی آتش است، یعنی کلام گرم و آتشین اولیا است و معلول بادها و هواهای نفسانی نیست. و هر کس که از این آتش بهره ندارد عدمش بهزی وجود. برخی از شاریان احتمال دادند که بانگ نای کنایه از سما باشد. نیست باد در مصرع اول و دوم تجنیسی تام است، زیرا در لفظ وحدت دارد و در معنا اختلاف. نیز برخی از شارحان از جمله انقروی و به طبع او نیکلسون برای نیستباد در مصرع دوم وجوهی دیگر قائل شدند و آن این که نیستباد در این مصرع جنبه لعن و نفری ندارد، بلکه مولانا دعا میکند که به لطف الهی کسانی که به کلام او گوش دهند بتوانند به مقام فنایی که مقصد اقصای طریق و اولیا است نائل شوند. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. اگر نی به ناله و حنی پر سوز و گداز می افتد، به خاطر آتش و عشقی است که در آن افتاده و مجیبی نوای حزینی آن شده است. و اگر باده می جوشد آن هم به خاطر جوشش عشق است. بر این اصل اشراق افلاطونی مبتنی است که عشق در جمیع کائنات جاری و ساری است، بر این معنی که هر موجود به سوی مرتبه عالی‌تر خود اشتیاق دارد و اصلا سبب حرکت و تکاپوی موجودات شوق به کمال است. عشق از عشق چسبیدن و التصاق گرفته شده است. بدین جهت به گیاه پیچک نیز اشقه گویند، چرا که به تنه درخت می پیچد و می چسبد و بالا می رود. اما کلمه عشق در قرآن کریم و ادعای معصوره نیامده است، هرچند که در برخی از روایات آمده است، اما نیامدن لفظ عشق در معصورات مذهبی دلیل بر مذمت آن نیست، چرا که این لفظ در متن‌های جاهلی عرب نیز سابقه ندارد. حکیمان و عارفان پیشین برای عشق تعریف‌های قائل شده‌اند. از آن جمله افلاطون معتقد است که عشق واسطه انسان و خدایان است و فاصله آنها را پر می‌کند. عشق خود زیبا نیست، ولی شیفته زیبایی است. چون رساله ششمی اخوان الصفا در باب عشق جامعیت دارد، خلاصی آن را در اینجا ترجمه می‌کنیم. باید دید که حاکمان و فیلسوفان در ماهیت عشق چه گفتند. بعضی آن را نکوهیدند و آن را پلید دانستند. بعضی از آن نیز عشق را فضیلت نفسانی شمردند و تحسینش کردند و برخی آن را جنون الهی دانستند و برخی آن را بیماری نامیدند. اما اینان هیچ کدام به حقیقت امر واقف نشدند. بعضی از حکیمان نیز پین داشتند که عشق افراط در محبت و شدت میل به کسی یا چیزی است. با این ملاحظه هیچ کس از عشق خالی نیست، زیرا بالاخره هر کس به چیز عشق می‌ورزد و بسیار دیگر عشق را مالیا خولیات دانستند و بعضی نیز عشق را شدت شوق به اتحاد قلمداد کرده اند. روزبهان به قلی گوید از جمله صفات حق عشق است. عشق کمال محبت است و محبت صفت حق. در اسم غلط مشو که عشق و محبت یکی است. عزیزالدین نصفی نیز در باب عشق میگوید عشق براق سالکان و مرکب روندگان است. هرچی عقل به 50 سال اندوخته باشد، عشق در یک دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاک و صاف گرداند و سالک به 100 شله آن مقدار سیر نتواند کرد که عاشق در یک طرفة العین کند. اما مولانا معتقد است که عشق قابل بیان نیست.
در این باره در بیت‌های پیش آمده گفته می‌گذریم: نی حریفی هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. معلوم به این نظر است که انسان کامل که همچون نی نوای الهی می سراید، یار و مصاحب آن کسی است که از همه تعلیقات و آویزش های دنیویش بریده باشد. مقامات معنوی آن اولیا حجاب های ظلمانی و نورانی سالکان را از هم بدرد. اگر نی را همان ساز معروف بدانیم، پرده های آن معنی دیگری می دهد. در علم موسیقی پرده به معنای مختلف به کار رفته است و آن گونه که در موسیقی قدیم آمده با آنچه که امروزه از آن مراد می شود فرق دارد. در موسیقی قدیم پرده بر 12 آهنگ تقسیم می شد: نوا و راس، حسینی و راهو و عراق، حجاز و زنگله و بوسلیک با اشاق. دیگر سپاهان باقی بزرگ و زیرافکن، اسامی همی پرده هاست بر اطلاق. اما امروز پرده به زهوی اطلاق شود که برای تعیین ناتها بر روی دسته چنگ و رباب و تار و ستار و جز آن بندن. پس با توجه به معنی پرده در موسیقی قدیم، مصرع‌های دوم را می توان چنین معنی کرد: آهنگ‌ها و نغمه‌هایی که با نی نواخته می شود موجب تهذیب نفس و تلطیف روح آدمی می گردد و حجاب‌های نفسانی را برطرف می سازد. همچون نی زهر و تریاک کی دید، همچون نی دمساز و مشتاق کی دید. آیا تا کنون کسی زهر و پا زهر مانند نی دیده است؟ معلوم است که ندیده است. و آیا تا کنون کسی همدم و مشتاق مانند نی دیده است؟ مسلما ندیده است. همونطوری که حضرت حق با صفت قهر و لطف موصوف شده است، انسان کامل نیز با صفت قهر و لطف به دنیا آمده است. انسان کامل زهر است نسبت به اهل فسق و ارباب فجور و پادزهر است نسبت به اهل صلاح و اصحاب معرفت. البته می تواند نسبت به شخص واحد هم زهر باشد و هم پادزهر، زیرا همین که بیان فراق و هجران می کند زهر می شود و چون مژده قرب و وصال می دهد پادزهر می گردد. گاه شرح مهنت هجران دهم، بیدلان را داغها بر جان نهم. گاه آرام و مژده قرب و وصال، بخشم اهل ذوق را 100 وجد و حال. یعقوب چرخی نیز می گوید: نفسهای شریفی ایشان که از سر حال و وجدان می بود، طریقی است مر مریدان را و زهر است مر منکران را. همچون آب نیل که قبط را خون بود و سبت را آب. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. نی از راه پرخون سخن می گوید، یعنی انسان کامل از راه پرمشکل و خطرناک عشق ربانی حرف می زند و داستانهای از عاشقان پاکباز و مجنونان صفت بازگو می کند. راه پرخون کنایه از مرگ اختیاری است. به شرح بیت همین دفتر رجوع می کنیم. محرم این هوش جز به هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این هوش محرمش تنها کسانی هستند که از عقل معاش بهوشند، یعنی اسرار حقیقت را تنها اهل فنایی که از غیر حق بهوشند درک توانند کرد و نااهلان و منکران در مقابل این اسرار کر و گنگ هستند. چون که طالب زبان تنها گوش است و هیچ عضو دیگر الفاظ را که به وسیله زبان گفته می شود نمی تواند بشنود. پس تا شخص لوح ضمیر را از وهمها و خیالات نپردازد، راز حقیقت را درک نمی تواند کرد. مصرع دوم جنبه تمثیلی دارد و شبیه دلیلی است برای اثبات مصرع اول.
در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. در غم عشق ما روزها از پی هم آمد و عمر سپری شد و ایام و وقتها طبعا با سوز و گداز گردید. یعنی درد طلب عاشقان و میل به وصال در آنان دائمی است و لحظه قطع نمی شود. روزها گر رفت گو رفت باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. اگر این روزهای پرسوز سپری شد و عمر گذشت، بگو ای عمر بگذر که از گذری تو هیچ باکی ندارم، اما توی حضرت معشوق. عنایت و التفات همواره متوجه ما باشد که توی پاک و منزه و همچون تو کسی منزه نیست. منظور دو بیت اخیر ارزش و اعتبار حیات از دید عاشق عارف نیل به حضرت معشوق است. حیاتی که عاری از طلب و حقیقت باشد در نظر او هیچ ارزش ندارد. هر کی جز ماهی ز آبش سیر شد، هر کی بی روزیست روزش دیر شد. بجز ماهی هر کس از آب سیر می شود، زیرا حیات ماهی فقط در آب میسر است. همین طور عاشق صادق نیز بدون عشق و طلب حضرت معشوق زندگی نتواند کرد. پس ماهی حیات عاشق عشق است و هر کس که از آب عشق و عرفان بی نصیب باشد روحی پژمرده و افسرده دارد. یعنی هرگاه کسی دوچار دلسری و ملال گردد، معلوم می شود که از عشق و معرفت بی بهره است. مولانا می خواهد عاشق صادق را به ماهی تشبیه کرده که ماهی حیات و بقایش عشق است. یعقوب شرقی می گوید غیر ماهی از آب سیراب شود، اما ماهی را از آب سیری نیست. عاشقان را همچون ماهیان بدان که از آب حیات عرفان ایشان را سیری نیست. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. شخص خام نمی تواند احوال پختگان را دریابد، زیرا حال آنان را نمی توان با لفظها و عبارات درک کرد. حال که چنین است پس باید سخن را کوتاه نمود و دم فرو بست. اشاره به این است که شرط معرفت درک حقیقت مناسبت حال است، زیرا معرفت حقیقی وقت حاصل شود که مدرک با مدرک اتحاد داشته باشد. یعقوب شرقی در این باره میگوید ولی الله که به مشاهده و معاینه به مقصود اصل مشرف شده اند، احوال ایشان را کسی که مقید به تقلید است و اسیر نفس اماره در نیابد. پس سخن را جز به طریق اشارت و کنایت نتوان گفت. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. این بیت در جواب سؤال مقدر است. گویا کسی میپرسد یا حضرت مولانا پختگان معرفت یقین چسان بدان مقام منی رسیدند، یا چگونه میتوان حال پختگان را دریافت؟ جواب ای پسری معنوی، قید و بند تعلقات دنیوی را پاره کن و از زنجیر دنیا و نفسانی آزاد شو. آخر تا کی گرفتار سیم و زر خواهی بود ای پسر؟ خطاب به سالکان است که در واقع فرزند معنوی شیخ به شمار آیند، زیرا در طریقت نوی اتصال میان مرید و مراد ایجاد می گردد، چون که مرید جزئی از اجزای مراد محسوب می شود. همانطور که فرزند جزئی از پدر محسوب آید، اما ابوت و بنوت در طریقت نسبت معنوی دارد. آزادی و حریت در ایجاب بدین معنی است که بنده دل در گروه چیزی نسپارد الا به حق. پس شرط پختگی و کمال روحانی گسستن حب و اینان گسیخته به مال و مکنت دنیوی است. گر بریزی بحر را در کوزه، چند گنجد قسمتی یک روزه. به عنوان مثال اگر آب دریا را درون کوزه بریزی، چقدر در آن جمع می شود؟ مسلماً به اندازه نصیب و بهر یک روز. این مثال در بیان حرص و آزی به ازاری آزمودن پرداخته شده است.
پس نباید گرفتار حرص و آز شد، زیرا آزومندی آدمی را به پریشانی و اضطراب در می کشد. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر دور نشد. چشم آزمندان با همین محدودیتی که دارد هرگز سیر نمی شود و هرچی زروسیم بیندوزد پریشانی خاطراتش برطرف نمی شود، بلکه هر روز آتش حرص و آزش تیزتر گردد. به عنوان مثال، تا صدف قانع نباشد و از قطره‌های فراوان باران به چند قطره کفایه نکند، هرگز درونش پر از مروارید نگردد. برخی از قدیمیان می‌پنداشتند که مروارید از دانه‌های باران نیسان و یا نیسان حاصل می‌آید. خواجه نصیر گوید مشهور است که آن وقت که باران نیسان می‌آید، صدف دهانی باز گشوده و قطره‌های باران را می‌گیرد و چون این قطره‌ها به باطن صدف می‌رسد، به خاصیتی که در وجود صدف قدرت ازلی نهاده است تعبیه کرده مروارید متولد می‌شود. مولانا در بیان ضرورت و فایده قناعت این باور عامیانه را به سبیل مثال آورده است. هر که را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و جمله عیب پاک شد. هر کس جامه خودخواهی و نفسانیش از شدت عشق به حضرت معشوق چاک شود، او از حرص و هر نوع عیب پاک خواهد شد. عشق خواه حقیقی یا مجازی سبب تبدیل اخلاق است. ما می‌بینیم که شخص پیش از آن که عاشق شود ممسک و مال دوست و یا به دلیل و ترسوست و همین که عشق بر وجودش پیدا شد، سری کیسه های بسته و مهر زده را باز می کند و همه را در راه معشوق در می بازد و یا به استقبال خطر می رود و خویش را در بلاهای صعب می افکند و از هیچ چیز نمی هراسد. از همین نمونه همی اخلاق و وصفها را می توان قیاس گرفت. آنچه گفتیم در عشق صورت بود که آن را عشق مجازی می نامند و این تأثیر در عشق به حقیقت و شخصیت های معنوی هم قابل انکار نیست.